به نام خدا، صادق اکبری هستم از استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز. میخواستم تو مسابقه عجوبه های سال 93 قسمت بازیگری که سایت آپارتون رو برگزار میکنه شرکت کنم. خواستم یه خاطره خیلی شادی رو براتون تعریف کنم. البته اگه فاطمه خانم همسر عزیزم اجازه بدن، پارسال درست همین روز همین موقع بود تولد عشقم، همسر عزیزم فاطمه خانم بود و قرار بود من یک کیک بخرم و ببرم خونهشون و جشن تولد اونجا برگزار کنیم. من اون روز رفتم کیک رو خریدم، ولی متاسفانه موقع برگشت یه بارون خیلی شدیدی اومد و این مقوای این کیک کلا خیس شد و کنده شد، افتاد و روی کیک کلا داغون شد. و چون من پول کافی دوباره نداشتم برم یه کیک دیگه بخرم، یه ایده جالب به ذهنم رسید، گفتم بهتره برم یه دونه از این خامه ها بخرم تو مغازه و این خامه رو بمالنم روی این کیک رو ببرم جشن تولد. آقا چشتون روز بعد نبینه، ما این کارو کردیم و بردیم خونه، هیچکی نتونست اون کیک رو، از بس بدمزه شده بود اوبکی و این خامه سونو. فاطمه تو خدا باشو ببین، فاطمه تو خدا باشو ببین، امسال کیک تولد سالم آوردم. فاطمه خدا کیک تولد سالم آوردم. فاطمه خدا کیک تولد سالم آوردم. باشو ببین کیک تولد.